سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیو من رفتن از اسکراف. بچه اومدم با چند تا اچیومنت که رفتن از یوتیوب معروف گرفتم مقایسه کردم ببینم کدوم دمیجش بیشتره، قابلیتشو اومدم سنجش کردم و بهترین اچیومنت ها رو براتون آوردم برای بتل برای سیزن 11 که بریم فقط کنین. AK 117 تا شاتگان و اسنایپ و خلاصه. بچه اول کار به نظر من بریم سراغ AK 117 چون که خیلی این چند وقته کاربرد داره و دمیج و همطور که میبینین لگت کمی داره. الان این اچیومنتی که براتون گذاشتم هم لگتش کمتر کرده هم دمیجی بیشتر کرده. خودتون اینجا دارین میبینین. بعد بچه ببینین بعد اینکه من اچیومنت رو بهتون نشون دادم میرم تو یه مپ تستی براتون گانا رو نشون میدم. بچه بعدی هم میخوایم بریم سراغ کیارم. بچه کیارم این چند وقت خیلی ضعیف شده، یعنی در حدی که اچس ازش بهتره. این کیارمی که اینجا میبینید دمجی وان شاته، ولی کم برین عقب‌تر 2 شات 3 شات یا حتی 4 شاته، ولی بازم خیلی خوبه. حتما تو لوداتتون داشته باشین. کیارم همیشه یه جایی به کار میاد، مخصوصا اگه مثلا جایی باشه که مثلا تنگ باشه پی وی پی، اینم خوبه. حالا متاسفانه چند وقت اچس از کیارم بهتره، یعنی کنترلش همه چیز راحت تره. بچه این گانی هم که اینجا میبینین الان چند وقته خیلی خوبه، چون که ببینید 1 به 1 پی وی پی خیلی خوبه، نزدیک در نزدیک خیلی خوبه، از دور یکم لگت میزنه اذیت میکنه، ولی خب بازم گان خوبیه. و حالا از این بگذاریم میخوایم بریم سراغ گانی که از همه سیزن ها یا حداقل از 3 سیزن قبل جزو بهترین گاناست. موبیلیتی خیلی خوبی داره، کسی چیزی هم نیست به جز M13 که توی هم بتل هم تو مولتی عالیه. بچه ها میدونین که M13 لگت خیلی کمی داره، دمیج خیلی زیادی داره و به خاطر همین هاست که میگن گان خیلی خوبیه. مخصوصا این چند وقته خیلی خوبه، حتما تو لوداتتون داشته باشین. بچه این اچیومنتش هم خیلی اچیومنت خوبیه، حالا رفتم دراش آوردم. خب بچه شما اینجا DLQ رو میبینین که بچه ها یکم موبیلیتیش کمه. DLQ همجوریش موبیلیتی کمی داره اما خب گان خیلی خوبیه. بچه ها ببینید حداقل اگه مثلا هد نزنین 2 شات میندازه یارو و اگه پلک بندازه موبیلیتیش هم اوکی میشه، حالا چیز خاصی. خب بچه ها حالا وقتی یکی از بهترین شاتگانا در مولتی و بتله، یعنی HS. بچه خیلی خفنه، حتما تو لوداتتون داشته باشین، هم برای مولتی هم برای بتل. بچه الان هم میخوایم بریم تست بزنیم. الان توی همین قسمت تمرین بتل میخوام بهتون نشون بدم که اینا خوبن بدن یا چجوری دقیقا کار میکنن. خیلی خوب، اینم از بوتا که اسپون کردیم. خب بچه همونطور که الان میبینید الان من مثلا دارم میزنم حداقل 10 متری وان شات میکنه. مثلا این 10 متری مثلا 200 خوردی همونطور که اینجا میبینید میزنه. و الان که همونطور میبینید مثلا از دور 2 شاته، حالا یکم دور شات 11 متر 12 متر 2 شات. اگه مثلا 13 14 متر یا مثلا بخوای 20 متر بزنی 6 شات 3 شات یا 4 شات میشه. اچس هم البته مثلا تو 10 متر حداقل وان شات. حالا اگه خوششانس باشین 10 متر وان شات. در اصل در حالت عادی اچس باید حداقل تا همین کجا 7 متر وان شات کنه که همونطور که میبینید از نزدیک راحت وان شات میکنه. کنترلش هم نسبت به کیارم که بهتون نشون دادم راحت تره. موبیلیتیش هم که خودتون خبر دارین خیلی بهتره. و همونطور که میبینید حداقل 200 خوردی اچس حداقل دمیج میده که یعنی وان شات. حالا اگه یارو آرمور زده باشه یکم سخت‌تر میشه. بده خوب مثلا آرمورش کامل باشه یا مثلا 200 باشه، شاید مثلا 2-3 یا حتی اگه مثلا شاید مومنتی چیزی زد 4 شات دیگه بندازه. هم برای کیارم دارم میگم هم برای چیز. خب بچه اینم که بهتون گفته بودم پی وی پی خیلی خوبه.
حالا من بچه اسم و تلفظ اینا رو خیلی خوب بلد نیستم، ولی خب مثلا این از دور یکم لگد میزنه و اینو باید کنترلش کنین. ولی الان از نزدیک که من بیام بهتون نشون بدم، ببینید راحت میزنه، راحت چند تیر میندازه. آره راحته. M13 بچه الان بهتون نشون میدم، اینم همینطوریه. البته برعکس چی M13 از دورم میزنه، چون که همونطور که داریم این لگد نداره، یا اگه لگد داره خیلی کم و میشه کنترلش کرد از راه دور حتی. و خلاص آره مینی مثل گانلجی میمونه همونطور که بهتون گفته بودم، چون که نه لگد داره نه دمیجی کمی داره. یعنی دمیج و لگدش که کمه ولی دمیجش خیلی بالا، یعنی خیلی کمطوری که میبینید 1-2 ثانیه صبر کنید تیر بزنید میندازه یارو. هم این دیرکیو هم که الان بهتون نشون دارم میدم بچه ها، همونطور که دیدید 1 شات 2 شات یارو میندازه. اگه هدم بزنید که 100% دیگه 1 شات یعنی میفته دیگه. بچه من رفتم این دیلکیو رو از عملی جند رفتم نگاه کردم، سیزن 11 داده بود. بعد رفتم ببینم این چند وقت میدونی که یوتیوبرها میان کلنی هر سیزن مال اسنایپ میذارن، رفتم ببینم کدوم یکم موبیلیتی یا مثلا دمیج بیشتری داره اونو بیارم. و خلاصه بچه اینم از تستش. بچه یه از من الان کیارم براتون بردارم، چون که الان ببینید این کیارم عادیه همونطور که ببینید انقدر لگدشه. حالا یکم دارم خودم کنترل میکنم ولی خب این لگدش دمیجش هم که دارین خودتون میبینید. 1-2 ثانیه 3 ثانیه باید یکم صبر کنی تا یارو بندازه. گان خیلی خوبیه. ولی خب الان بچه میام تو کاستومی چیزی براتون نشون میدم کیارم خودمو. خب بچه اینجا 2 تا جا اومدم انیمی زدم، یکی اینجا که دید لگد خیلی کم و تو 1 ثانیه زد، اینجا هم همینطوری بود. خب بچه اینم از این ویدیو، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه ببینید اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، که برای این ویدیو من کلی زحمت کشیدم، مجبور شدم برم کلی اچیومنت تست کنم. بعد ببینید گوشیم داشت فریز میشد، همونجوری که دیدین آخر به زور تونستم 2 تا کیل حداقل بگیرم. گوشیم داغ کرده بود. الانم میبینید که همونطور که گفتم 9.5 و مجبور شدم به خاطر اینکه صدام گرفته بود صدا گذاری کنم. خلاصه آره بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین، اگه تازه با چنل آشنا شدید حتما منو ساب کنید، اگه میخواین اول نفری باشین که هر وقت ویدیو میذارم ببینیدش حتما زنگوله کنار سابم فعال کنید و تا ویدیو بعدی